سلام دوستان، به کانال نکتاب خوش آمدید. کلانترین خزنده عصری امروزه ما چگونه خوراک میخورد؟ چرا انسان‌های عصر گذشته در برابر خزنده‌ای که در روزیان به 9 متر برابر بود مقاومت کردند؟ امروز ما کلانترین خزنده‌های روی زمین را به شما معرفی میکنیم و میگوییم که آنها چه قدرت‌هایی دارند. از اژدهای کمد سر کرده تا خزنده‌ای که درازی بدنش به یک ساختمانی دو آشیانگه برابر است. پس تا آخری ویدیو با ما باشید و لایک موندن را فراموش نکنید. برنامه را از اژدهای کمد سر میکنیم. اژدهای کمد در بین دیگر خزندگان وزنی کمی دارند، اما گروهی آنها خیلی کلان به حساب می روند. آنها کلانترین مارمولک‌های دنیا به حساب می روند و ظاهرا خیلی ترسناک هستند. درازی بدن این حیوان به 3 متر و وزنش به 130 کیلوگرم برابر است. اژدهای کمد در جزیره کمدوی اندونزیا زندگی می کنند و مقدار آنها در تمام جهان به 1,500 می رسد. در جزیره کمد آنها رقیب ندارند و هر چی را که خواهند نوش جان میکنند. آنها از یک حشره خردکک سر کرده تا یک تیمساح کلان را هم میخورند. اگر روزی به این جزیره سفر کردید پس خیلی احتیاط کنید. آناکوندای سبز نیز خیلی ترسناک است و آنها را همچون مارهای غول‌پیکر میشناسند. در حقیقت آنها کلانترین مارهای زنده دنیا به حساب میروند. وزن این مارها از 30 تا 70 کیلوگرم می باشد. اگرچه که این وزن در دنیای حیوانات وزن زیادی به حساب نمی رود، اما در بین مارها این وزن خیلی زیاد است. اینچنین گفتند که در آمریکای جنوبی که زادگاه این آناکوندا ها به حساب می رود، آناکوندا با وزن 200 کیلوگرم نیز دیدند که به یک هیولای حقیقی مانندی دارد. درازی بدن آناکوندا ها از 4 تا 5 متر می باشد، اما آناکوندا را دیدند که از 5 متر زیادتر درازی دارد و وزن آن به 100 کیلوگرم برابر است. آنها در حقیقت شاهمارهای دنیا به حساب می روند. حالا به کشوری افسانه‌ای هندوستان سفر میکنیم و آنجا تیمساحی را میبینیم که یکی از کلانترین تیمساح‌های دنیا به حساب می رود. نام این تیمساح نادر است و آنها نه تنها در هندوستان بلکه در پاکستان هم زندگی میکنند و حتی نماد این کشور به حساب می روند. تیمساح‌های ماده نسبت تیمساح‌های نر خردتر هستند. تیمساح ماده درازی بدنش 2.5 متر و تیمساح نر 3.5 متر است. وزن تیمساح‌های ماده 60 کیلوگرم و تیمساح‌های نر 200 کیلوگرم است. بعضا این تیمساح‌ها به طور باور نکردنی خیلی کلان میشوند. درازی بدنشان با 5 متر و وزن آنها تا 700 کیلوگرم میرسد. اگر به هندوستان سفر کردید حتما احتیاط شوید، چون که هندوستان در مورد حمله تیمساح به انسان جای سوم را میگیرد. شاید فکر کنید که همه تیمساح‌ها وحشی هستند و باید از آنها دور باشیم، اما شما نترسید. در جهان ما تیمساح‌های زندگی میکنند که از تیمساح‌های وحشی کلانتر هستند، اما آنها نسبت انسان بی‌غرضند. تیمساح‌های کنگاویر که نسبت دیگر تیمساح‌ها ظاهری ترسناکتری دارند. آنها دهانی دراز و باریکی دارند، اما نسبت انسان خطرناک نیستند. این تیمساح‌ها در کشور هندوستان زندگی میکنند. مردمان این محل در طول سالیان دراز فهمیدند که تیمساح‌های کنگاویل برای انسان ضرری نمی‌رسانند. درازی بدن کنگاویرهای ماده از 5 تا 5.5 متر است و تیمساح‌های نر 3.5 متر. بیشترین درجه وزن در این تیمساح‌ها تا 160 کیلوگرم است، اما بعضا نمودی از آنها را دیدند که به 900 کیلوگرم هم برابرند. بیشتر توریستان و جهانگردان برای دیدن این تیمساح‌ها به این کشور می‌روند. حالا با تیمساح‌های آمریکایی شناس شوید. این تیمساح‌ها بیشتر سنبقه، ماهی و مار را شکار می‌کنند. اینچنین آنها به دیگر نماد تیمساح‌ها نیز حمله کرده آنها را تومه می‌کنند. این تیمساح‌ها نه تنها با دهان قدرتمندشان دیگر حیوانات را می‌ترسانند، بلکه اندازه آنها در حقیقت کلان است. درازی بدنشان 4 تا 4.5 متر و وزن آنها از 250 تا 500 کیلوگرم می‌رسد. در طبیعت این نماد تیمساح را با اندازه کلانتر نیز دیدند که درازی بدنش 5.5 متر و وزن آن به 1 تن هم رسیده است. با کلانترین خزنده های دنیا نه تنها تیمساح‌ها بلکه سنبقه ها هم داخل می شوند. شاید شما حیران شوید، اما سنبقه هایی هستند که اندازه آنها شما را حیرت زده می کند. کلانترین سنبقه های دنیا سنبقه های پشتشان چرمی نامیده می شوند. درازی بدنشان با 2.5 متر و وزن آنها به 1 تن می رسد. این سنبقه ها در آبهای استوایی زندگی می کنند. آنها برای به دست آوردن تومه مشکلی ندارند و بیشتر موجودات خرد دریایی را شکار می کنند.
باید قید کرد که این سنبقه ها به چقوری 1300 کیلومتر به درونی دریا می درآیند و حتما برای یافتن خوراک مشکلی نخواهند داشت. حالا به دنیای تیمساه‌ها برمیگردیم. تیمساه‌های اریناکا در رودخانه اریناکا در آمریکای جنوبی زندگی میکنند. درازی این تیمساه‌ها به 5 متر میرسد. سال 1800 دانشمندان تیمساح اریناکا را به چنگ آوردند که درازی بدنش به 7 متر میرسید و به همین خاطر نام این تیمساح در آن زمان به قطار تیمساح‌های کلانترین دنیا درآمد. تیمساح اریناکا حیوان‌های خرد و کلان را طعمه می‌کنند و خیلی کم به انسان‌ها حمله می‌کنند. به هر حال وقتی که به آمریکای جنوبی سفر می‌کنید حتما از این تیمساح‌ها احتیاط شوید. حالا کلانترین خزنده دنیا که لقب کلانترین درنده دنیا را نیز به خود گرفته است را به شما معرفی می‌کنیم. البته این تیمساح‌ها با قوت‌ترین دندان‌ها را نیز دارند. درازی بدنشان به 5 متر و از آن کلانترشان به 6 متر می‌رسد و وزن بدنشان 1 تن را در بر می‌گیرد. درازی بدن اینها به یک ساختمان دو آشیانه برابر است، اما آنها مثل تیمساح‌های کنگاویرا آرام نیستند. آنها به‌حد خطرناک هستند و به انسان‌ها نیز حمله می‌کنند. به همین خاطر برای شکار آنها شکارچیان ماهر و با قوت در کار است تا آنها را به قپ اندازند. و در آخر برنامه درباره خزنده به شما میگویم که باید کلانترین خزنده اصلی امروزه ما به حساب میرفت. بله، صحبت ما درباره مگالیا نرفته ایستاده است. اگر آنها تا عصر امروزه ما زنده می بودند پس اژدهای کمانده در برابر آنها خیلی کوچک به نظر می رسید. درازی این حیوانات به 9 متر و وزن آنها به 2 تن برابر بود. حتی کلانترین تیمساح‌های دنیا از این حیوان می‌گریختند. مگالیانه‌ها در استرالیا 1.5 میلیون سال پیش زندگی می‌کردند. گفتند که آنها در عصر انسان‌های پیشین زندگی می‌کردند و با انسان‌ها برای به دست آوردن خوراک رقابت می‌کردند و در آخر انسان‌ها پیروز شدند. امیدواریم که برنامه امروزه به شما پسند آمده باشد. تشکر که تا آخر با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.